شما اگه وقت پول نمیگیری فقط کارتا سلامت باشین من نمیخوام امک فرو در حساب من کارتا میزنم برای امک راودی امک راود در حساب من شما با اجازه من فرو من نمیتونم مسافر شما باشم بس آتانت کارتا میزنم ببین چه نه شما دیگرو را چه پول کتی نگرفتی کارتا میزنم ما اینجا ما خودم ساعت وقتی دستم همون کارخونه‌تون که من دیتوبه اتوبوس یک بوده شما چه حسابات میتونید که شما این مبلغ گرفتید و این بودجه دولت در رود خیابان مرکزی شهر دوشنبه خیابان رودکی و ما در یکی از روزهای اولی سال 2020 که میخوایم یکی از افسانه‌های شیرین ما واقع شود یکی از دروغ‌های شیرین این همین تلفن‌هایی که توجیک تلکام مانده است و قریب یک 2-3 ماه اخیر هست اما نمیدونم که با کدام سیستم کار میکند با چه سیستم باید کار کنه هیچ کس نمیدوند که چی است این خدمت رسانیش و برای چی موندن و باید کی کار کند و چگونه کار کند هیچ کس خبر هم نداره. خب این یکی از دروغ‌های شیرین سال 2020 است که ما می‌خواهیم که عملی شود. خب ساعتی که رو دستی ما از چند نشان می‌دهد 15:14 و از روی ترتیب باید همین زمان ساعت 15:14 یعنی خط سیر 8 بیاد. این یکی از خط سیرهایی که هیچ وقت از روی ترتیب حرکت نمی‌کنه و این رو ما می‌بینیم که از روی ترتیب میآید یا نه. خب می‌بینید که در تمام خیابان که تا میدان مرکزی است نمی‌بینیم موضوع. خب یعنی واقعا همین سنجش کوچکی که ما گذراندیم بارها ما همچون مسافر عذاب خط سیر 8 کشیدیم که در وقت دقیق نمی‌آید. بعد میگن که در راه تعمیر رفته است از کوپروکی 82 و محله قربالو ولی میتونیم که این تابلوها رو از روی همون خط سیری نبی که با محله کلیلین و زرافشان 8 میاد از روی همون ترتیب معین کنه تا 1 سال 2 سال دیگه. ولی دروغ شیرینی است که میخوایم در سال 2020 عملی شود و من بعد این تابلوها به کار بیاد. خب بیننده عزیز این یکی از ادامه تحلیل‌های ما است که در وقت و ساعتی که در تابلو در ایستگاه‌ها نصب شده است آیا خط سیرها میان یا نه. و اینم ایستگاهی نزد بینای مرکزی دانشگاه ملی خیابان رودکی ما مهمترین مرکز مهمترین جای مرکز شهر خیابان مرکزی گرفتیم و اینم تابلوهای خط سیر یک ترالبوس و ما فکر می‌کنیم باید از خط سیر 8 باشد که یعنی ما فقط خط سیر 8 گرفتیم و در این حال قرار دارد و ببینید ساعت 20:31 باید خط سیر یعنی اتوبوس در ایستگاه باشد که حالی من میخوام یکم وریانت که نشون بدم ساعت 20:31 است ولی من ساعت ندارم متاسفانه ولی ببینید که در راه از دور ترالبوس هست ولی این اتوبوس نیست چون همیشگی که اینجا شاید این اتومات ساعت دارد که شما باور کنید که ساعت 20:31 است وزیر متاسفانه این اتومات هم ندارد ساعت ولی واقعا هیچ وقت حرکت نکرد در وقت و ساعتی لازمی و اینم تابلویی که فکر کنم شاید اینجا ساعت باشد این خط سیری هست که هیچ وقت حرکت نمیکنه در وقت ساعتی لازمی خب این ایستگاه عالمی کتاب خط سیر 8 ما میخوایم استفاده بریم و 10:47 ساعتی که الان ما ثبت کرده ایستادیم کسی میخواد برای تحلیل دوربین ما را ببیند و اینم آمد هشت دوستان بسیار خوب من برای برم دوباره سلامت باشین بسیار خرسند من دلیر مالی روزنامه‌نگار من خرسندم که شما کارت کتی قبول میکنید چند نفر راننده‌های دیگه از ما پول گرفتن شما اگه وقت پول نمیگیری فقط کارتا سلامت باشین بسیار خرسندم و خودت نتیسه پیچنه راننده زیاد شد و 10:47 هم اتوبوس اومد سلامت شما بسیار خرسند برای کار شما ده شما کارتا ندادن؟ شما راننده سلامت بزرین خب فقط کارتا کرد اینو کارتا ندادن؟ خدمت میرد اون لباس نداره که اگه مخیر؟ خدمت رسون در همین سرویس
آیا با همین لباس خدمت میرسونن؟ لباس مخصوص باید داشته باشن؟ بیجیک باید داشته باشن؟ ندارن؟ ندارن نه؟ خب برادر میتونیم شما که شناسشن با اجازه؟ میتونیم شناسشن با اجازه؟ من دلیر مالی روزنامه‌نگار شما از همین سیتی کارت میگم. نام و فامیلتون در کدوم وظیفه خدمت میرسونین که شما میگین که رایگان باید برین؟ ما میار سوز میکنیم اون رو دیگه که میتونین که بشینین. چی سوز میکنین شما؟ همون اتوبوسا رو سوز میکنیم. نام و فامیلتون چیه؟ زینب. کی؟ زینب کیه؟ رحمت شما اگه حجت دارین با اجازه من میخوام فهمم. جات نه ما هم جا میگیم که استوری. خب این گونه مسافرها هم دارن رونالدو برای کار به شما. یعنی مبلغ نمیگیرن خوشبختانه در وقتش میان ولی این گونه مسافرها هم میگیرن. ولی انتظار میشیم که با کارت کردیم. خب این هم کم نفقه خور است و با فکرم که به کارت قبولش کردن دیگه. رفتن دیگه. این علاقه سه مسافر شد. یکیش کارگر گفت، یکیش بفکرم نفقه خور و یکیش راننده. به کارت رفتن. من نمیخوام که نمک حساب من فرورم. من نمیخوام امک فرو در حساب من کارت میزنم برای امک. روادی امک رو در حساب من. امک نفرش مرا با اجازه میبخشین. یعنی به خاطر که نفقه خور بودم من نخواستم که پایین کنن شونه. یک از مسائل دیگر همین اکران های هست که دائم یا خاموشن یا موسیقی میمونن که در این بار اینا ایستگاه ها را انیق کنن و خط سیر را انیق کنن، حرکت را انیق کنن. ولی 2 سال بود این اکران ها خاموشن یا موسیقی میمونن یا کلیپ میمونن. امیدوارم این شکل فعالیت هم برای مونده میشد. بخیر بکنه برادر برای مدت و در ضمن من برای شما بیننده عزیز سیتی کارت هم بار دیگر نشون میدم که ما مبلغ داشتیم در این سیتی کارت و این برادرم از اولین ها نیست. ما ده ها چنین یک چیزای داریم، دلیل های داریم که قبلا هم راننده ها از ما مبلغ میگیرن. شما همین مبلغی که میگیرین کجا میشد بعد؟ شما چقدر حسابات میتید بعد با همون کارخونه‌تون که من در تو به اتوبوس یک بودید شما چقدر حسابات میتید که شما این مبلغ گرفتید و این بودجه دولت در رود؟ نه خاطر همین دلیل یک بار برای مردم آشکار شود دیگه. ولی در یک سیمای شما 10 نفر دیگر چنین یک مناسبت میکنن راننده های دیگر هم. ما سوال یک نفری هستیم سوال جریمه میسپارید. اگر مثلا شما از یک نفر مبلغ بگیرین چقدر جریمه میسپارین؟ 10 سومانی جریمه برای هر یک مسافری که شما پولش میگیرید. بعد شما یگان حسابات میسپارین از اونایی که مبلغ میگیرین چک سیتی کارت ندارن. نه شما باید حتما با سیتی کارت قبول کنین. اوکی کسی که سیتی کارت نداره باید جواب قبولش نکنید. شما پیشنهاد نکردین با کارخانه اتون با دوشنبه نقل خدمات رسون با سیتی کارت که برای شما چک های یک بار مصرف دیان. مثلا مهمونایی که میان اونا نمیتونن تعجیلی سیتی کارت بخرن که مبلغ دیان شما با ایوادش چک دهید یک بار مصرف. پیش بود نیست از بین بردن چند تا پیش بودم این یک بار مصرف؟ 2-3 ماه پیش. برای چی از بین بردن؟ اگر شما با وجدانتون یک بار صحبت کنیم همین گونه مسافرای را مثل من در روز چند بار قبول میکنیم با اجازه که مبلغ میتونن برایش نمیدونم. کارخانه باید دولت اتوبوس یک نام و فامیل راننده هم که قبلا باید در تابلو اینجا نوشته میشد ولی هیچ جا نیست. فقط ما میبینیم رقمش و روی رقمش معین میکنه که من با نماینده دوشنبه نقل خدمات رسان و سیتی کارت میگم که چون این راننده ها یکتا نیستن، چون این راننده ها خیلی زیادن و من تجربه 1 ساله برایشون پیشنهاد میکنم برای کار این سرویسگاه اتوبوس 3A و ترالیبوس 1 که در برابر دیگر ویدیو گزارش ما برایشون پیشنهاد کردیم. این راننده هم تنگه میگیرد ترالیبوس 1 من دلیل مالی برای چی شما از مسافرها تنگه میگیرین؟ شما باید با سیتی کارت قبول کنین مورکو. ها؟ نه فهمیدم. در جات کارت میزنم. کی کارت میزنه؟ باز میزنم. نه شما چه پول گرفتید؟ پول قطعی نمیدن. نه من پول کتی گرفتید اینا را چه پول کتی نمیگیرید؟
ها؟ نه چرا اینا رو پول کتی نگرفتید؟ نگم که پول نداره، کارت نداریم. میتونید درتون کشین من فرون؟ کشین درتون با اجازه. کشین با اجازه من فرون، من نمیتونم مسافر شما باشم. بس چند تا کارت هم بزنم ببین چه. نه شما دیگران را چرا پول کتی نگرفتید؟ کارت هم بزنم. ما اینجا ما خودم ساعت بهش داشتم. سلامت. دیگران را چرا پول کتی قبول نکردید؟ اپا هیچ کس حق نداره از تنی من بزند. شما پول گیرید و من میفهمم و ببینید که این خدسه ترالیبوس یک رقمش هم کجا است این ترالیبوس نو رقم خوب فکر میکنم که شما راننده را دیدین اینجا 1002 است نه خودتون رفتن این 1002 است و این همون فاصله اجتماعی که ما باید رعایت کنیم 1002 سلامت باشین فکر میکنم که بعد از دیدن این نوارها شما حتما نظراتون می نویسین من امیدوارم که نظرها یک طرفه نیستن ولی به تحقیر به دشنام به حکم برآوردن فکرهای سالمتون بنویسین تا اینکه ما هم در سطح حرفه‌ای تر بودن فعالیت کنیم و تا اینکه تونیم در یک جای یک وطن آباد و آسوده و زیبایی داشته باشیم و فقط چند چیزی که من برای شما میگم در این صفحه فقط ویدیوهای اجتماعی میبینید لطفا هر رسانه هر سامانه هر دوستی که این ویدیو را میخواد برای صفحه خودش استفاده کنه از مؤلف خواهش میکنم اجازه بگیرد که ما هم آگاه شیم که ویدیوهای ما در کجا نشر میشه در کدام صفحه و در کدام رسانه من بسیار خرسندم که به ویدیوهای ما گاه توجه میکنم ولی اجازه پرسند و بودم بهتر میشد که ما خبردار شیم و چیز دیگری که میخوام بگم یک انکدوتی که امک زردی محمرهم برای من قصه میکرد قهرمان دوست داشته من که اون در دوره شوروی زیاد زندگی کرد ما همگی تولد دوره شوروی هستیم که دو کمونیست در میدان جنگ بزرگ وطنی بودند و روبروشان نمیسا آمده ایستادند فاشیستای استیلاگر به قول ادبیات و سینما و تئاتر اون دوره که خیلی بد و خشن معرفی میکرد اونها را و این دو کمونیست هم خیلی نامشون نبودن حالا ایوان و اندری و هر چیزی که نام دارن پرنده ایستاده است و میگه ایوان تیری ما تمام شد تیرم تمام شد اوش میگه که تو چی خیلی کمونیستی دوام ته بعد با میگه وقتی میبخشی با کمونیست بودن روبرو دشمن مگزین اتومات خالی به تیر نمیتونی وقت وطن بسازی وطن حمایت کنی درست که من و تو و ما همونایی که یکدیگر گاه اغواگر و ناتوانبین و هر گونه در زیر این ویدیو و در صفحه‌های شخصی و زنگ‌های تلفنی اس ام اس میگیم ما باید پرابلم هامون رو بگیم و ما باید حل کنیم این پرابلم ها را اگر یک رسانه خارجی میگه اونا را یک حرفای دیگه میبراریم بالاشون وجدان شما دیگه ولی من یک روزنامه‌نگار قطاری شما یک هموطن شما یک دوست برادر شما در همین کشور در همین وطن از سال 2004 اینجا یک ساکنی موقتی شهر دوشنبه متاسفانه و این پرابلم ها را ما باید ببینیم ما دیدیم که چی دوشنبه به حال خدا رو شکر چقدر پیش رفته ایستاده ولی نمیشد که فقط خنده در داخل کاغذک زیبا بپیچانیم و بعد بخشویم که درونش لای بوده است مثل دوره کودکی ما که بازی میکردیم باید امروز خنده واقعی باشد دیگه و بچشم بگم چقدر شیرین است تشکر و سازنده اگر نه لای خورده نمیشه دیگه اگر این ویدیو خوشتون میاد تکمچه عالی مونین خوشتون نمیاد دیسلایک مونین نظرات تحلیلی بنویسین در صفحه اینستاگرام و یوتیوبی ما آبونه شین تا اینکه تونیم یک جای این وطن پرابلماش حل کنیم و این وطن بسازیم دلیر ممالی بودم وحدت مبارک نسبت کرونا زنده باد صلح ثبات آرامش در دنیا بدرود ما رفتیم